خب سلام دوستان، چطورید؟ من امیررضا هستم و امروز اومدیم با یه آموزش باحال از ماینکرافت پروژه لانچر، همون ماینکرافت گوشی برای ماینکرافت جاوا برای گوشی. اوکی، هنگ کردم. و امروز اومدیم این آموزش ببینیم که چطور توی ماینکرافت مود نگه داشتن زمان رو ریز، همون مودی که باعث میشه زمان رو نگه داری. من این مود خیلی دیدم تو کامپیوتر مردم استفاده میکنن، ولی کس ندیدم برای گوشی آموزش بده. البته مودش برای بدراک هست، خب ولی خب خیلی کار نمیکنه. یه افکت اسلو آروم رو، همون که آروم راه میرد، الان اسمش نمیاد، به ما میده که نتونه حرکت کنه، ولی این مود رو پروژه لانچر کاملا کار میکنه و امروز اومدم که آموزشش رو بهتون بدم. Let's go. خب اولین کاری که ما میکنیم دانلود فورج 1.12.2 هستش. برای این کار ما چیکار میکنیم؟ این گزینه به اضافه پایین میزنیم، بعد در اینجا گزینه یکی مونده با آخر که فورج باشه رو انتخاب میکنیم. بعد اگه نتتون قوی باشه که مال من نیست، صبر کنید تا لود بشه. خب لود شد. میایم پایین و نسخه 1.12.2 رو پیدا میکنیم. زیاد رفتم 1.12.2 این. بعد اولی رو میزنیم و خودش دانلود میکنه. در مرحله بعد انتقال دادن مود ها است. ما به 3 تا در مود نیاز داریم که یکیش آپتیفاینه، که برای که مثلا چون فورج خیلی لگ میکنه، برای که تو فورج لگ نشیم. یکی مود تایم استاپ، یکی هم اینی که نمیدونم واقعا به چه دردی میخوره ولی باید باشه. خب قبلش ما رو 3 نقطه بالا اینجا کلیک کنیم و فایل های پنهانمون رو وصل میکنیم. حالا ما با انتخاب چند گزینه‌ای همه اینا رو خب داشتم میگفتم. حالا ما با انتخاب چند گزینه‌ای همه این فایل‌ها رو میگیریم و اگه این فایل هم خواستید من تو کانال تلگرامم براتون میذارم که بیاین اونجا. بعد برای فروشه اندروید دیتا حالا فایل پروژه لانچرتون رو پیدا کنید. من اینجاست. بعد فایلز دات ماینکرافت. این دات ماینکرافت تنها در صورتی میاد که این پنهان رو روشن کرده باشید. بعد ما با گزینه پیدکر مودها پیدا کردیم، همشون اینجا پیست میکنیم و همین راحتی الان همه مودها اومد. حالا ما میریم که تست کنیم توی ماینکرافت. دوستان این نسخه 1.12.2 فورج و شروع باز. حالا من این استوب میکنم تا بیاد. خب دوستان من الان وارد بازی شدم، یکم لگم چون تازه طبیعتا اومدم و آپتیفاین هم کار. بعد فکر کنم آپتیفاین رو برای که کار کنه اول روش کلیک کنید بگید، حالا مهم نیست زیاد. و ما وارد ایونتوری میشیم، بخش تولز، و میبینید که مود کار کرده و 2 تا قدرت دیگه هم به اون هیچ نیست. یکیش همین این زمین رو اینجوری و این خیلی باله. این مردم و یعنی موجودات رو برمیگردونه. نگاه کن به جایی که ازش اومدن. حالا من تازه اینو نگاه کردم، مثلا یکم میره اونور، با این نگاه کن برمیگرده سر جای اولش. نگاه کن زمان به عقب حرکتش کن و این تایم هم ساعت ماست. گزینه اول مردم رو این کلا استور میکنه. اون مودی که تو جاوا بود که ما همین چی آوردیمش و اگه شیفت بگیرید کلیک کنید الان حالا که من حالتش رو درست میکنم، 2 تا حالت با هم فعالن. الان آروم میشم، یه چیز حالت اسلو. اگه یه بار دیگه بشینم فست که سریع میشم، چی یه باری ماتریکس. این نمیدونم چیه، حالت ماتریکس موده. اگه شما فهمیدید تو کامنت ها بهم بگید. دوستان قرار سروای باشه میده. خب دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. این ویدیو اول چنل منه، پس اگه میشه لطفا لایک، کامنت و دنبال کنید. خب ویدیوهای خفن تری در راهه و همین دیگه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا آموزشاتی دیگه. خداحافظ.